در 23 آپریل سال 2006 یه مرد 22 ساله در کیف اوکراین در حالی که داشت با حیرت به یه آسمون خراش نگاه می‌کرد، به خاطر لباس‌های نامتعارفش توجه مردم رو جلب کرد. افرادی که در اونجا حضور داشتند گفتند که اون گیج و مضطرب به نظر می‌رسید. اونا فکر کردند که شاید یک توریست گم شده. 2 افسر پلیس به سراغ مرد رفتن و پرسیدن که چجوری میتونن کمکش کنن. مرد از اونا آدرس یک جایی رو میپرسه که در واقع وجود نداشته. پلیسا که مشکوک شده بودن از مرد جوان میخوان که کارت شناساییش رو بهشون نشون بده. ولی 2 مشکل راجع به کارت شناسایی مرد وجود داشته. اول اینکه این کارت شناسایی مربوط به اتحادیه جماهیر شوروی بوده که خب تو سال 2006 اصلاً دیگه وجود نداشته. و مشکل دوم این بوده که بر طبق تاریخ تولدش این مرد جوان در سال 1932 به دنیا آمده بود. سلام به بینندگان چنل اسنوفر. سرگئی پونومارنکو همونطور که گفتیم در سال 2006 در کیف با لباسهای عجیب خودش که از مد افتاده و به نظر برای چند دهه قبل می اومد ظاهر شد. ظاهر اون و سوالهای عجیبش در مورد خیابان پشنایا که کسی راجع به هیچ چیزی نشنیده بود توجه مردم و پلیس رو جلب کرد. وقتی ازش خواستن که خیابان پشنایا رو روی نقشه بهشون نشون بده، جایی که اون نشون میداد در واقع یک محل دفن زباله بود. پلیس‌ها متوجه شدن که لباس‌هایی که اون پوشیده علی‌رغم از مد افتاده و به روز نبودنشون کاملا نو هستند. همچنین اون یک دوربین آنتیک همراه خودش داشت. با اینکه مدلش بسیار قدیمی بود ولی کاملا سالم و نو به نظر می رسید. ولی چیزی که توجه اونا رو بیشتر از همه به خودش جلب کرد همونطور که گفتیم کارت شناسایی سرگئی بود که می گفت اون سال 1932 در کیف متولد شده و الان در واقع باید 74 سالش باشه. اونا با خودشون گفتن شاید این مرد دیوونه باشه و اون رو پیش یک روانپزشک بردنش به یک کلینیک خصوصی که در اون کلینیک همه چیز توسط دوربین ضبط شده و اینجا دقیقاً جاییه که ماجرا خیلی عجیب میشه. فیلم دوربین‌های مداربسته نشون میده که سرگئی اصلاً دلش نمیخواسته اونجا باشه و کاملاً دست پاچه و گیج شده. منشی مطب گفته که متوجه شدم اون همش به موبایل من خیره شده بود و اصلاً دوست نداشت کتش یا دوربینش رو تحویل بده. بالاخره سرگئی تحت مراقبت یک روانپزشک به اسم دکتر پابلو کودراکوف قرار گرفت. وقتی دکتر از سرگئی پرسید که فکر میکنه الان چه زمانیه، اون گفتش خب معلومه الان سال 1958. دکتر تصمیم گرفت با این داستان سرگئی پیش بره. ازش پرسید خب یادت میاد که چجوری از این مکان و سال 2006 سر در آوردی؟ اون جواب داد که تو یه روز من از خونم برای قدم زدن خارج شدم و دوربینم رو هم با خودم بردم، ولی وقتی خونم رو ترک کردم یک شی عجیب زنگوله شکل دیدم. این شی عجیب به طوری که تا حالا مثلش رو ندیده بودم پرواز و حرکت میکرد. خیلی سخته براتون توضیح بدم که اون دقیقاً چی بود. شاید بهتر باشه که یک نگاهی به عکس‌هایی که با دوربینم گرفتم بندازیم. از اونجایی که دوربین سرگئی سالها بود که دیگه تولید و استفاده نمیشد، اونا مجبور شدن از یک متخصص بخوان که عکس‌های این دوربین رو ظاهر کنه. وقتی متخصص عکاسی نگاتیو دوربین رو خارج کرد، متوجه شد که این نگاتیو سال 1956 ساخته شده ولی کاملا سالم و نو بود. اون عکس‌ها رو ظاهر کرد و اینجا جایی بود که همه چیز عجیب‌تر شد. عکس‌هایی که اون ظاهر کرد عکس‌هایی از کیف اوکراین بودند، ولی نه کیف امروز، کیف چند دهه قبل. تمام ماشین‌ها، تمام لباس‌ها، تمام خیابون‌ها متعلق به دهه 50 بودند. ساختمان‌هایی تو این عکس‌ها بودند که دیگه وجود نداشتند و بین عکس‌ها عکس‌هایی از سرگئی و دوست دخترش روبروی این ساختمان‌ها وجود داشت که به گشت و گذار مشغول بودند. تو این عکس‌ها سرگئی دقیقاً همون لباس‌هایی رو پوشیده بود که زمانی که پیداش کردن تنش بود و آخرین عکسی که توی دوربین قرار داشت همون توصیفی بود که سرگئی کرده بود. یک عکس از شیئی زنگوله مانند و عجیب. وقتی دکتر از سرگئی راجع به این شی پرسید که سرگئی ادعا کرده بود موجودات فضایی بودند، اون بهشون گفت حالا تازه قانع شدید که من حقیقت رو میگم؟ دقیقاً نمیدونم که این شی چی بوده و چطور همچین اتفاقی برای من افتاده، ولی اون لحظه‌ای که این شی رو دیدم و ازش عکس گرفتم تا سرم رو خم کردم تا به دوربینم نگاه بکنم، یه دفعه دیدم که توی اون مکانی هستم که پلیس‌ها من رو پیدا کردن. دکتر کودراکوف که خودش آدمی بود که با علم غریبه نبود، احتمال داد که اگر این شی یک سفینه فضایی بوده، سرگئی رو با خودش برده و با سرعت نور توی جهان حرکت کردن و بعد اون رو به زمین برگردونده.
کل این داستان برای سرگئی تو کسری از ثانیه اتفاق افتاده و طبق نظریه انیشتین درسته که گذر زمان توسط اون اصلاً حس نشده، ولی روی زمین 47 سال این رفت و برگشت طول کشیده. اون شب سرگئی به اتاقش رفت، در رو بست و دیگه دیده نشد. دوربین مداربسته کلینیک فیلم داخل اتاق رفتن سرگئی رو ضبط کرده، ولی هیچ فیلمی از خروج اون از اتاق موجود نیست. تنها یک راه خروج از این اتاق وجود داشته که همیشه تحت نظر بوده و پنجره‌های اتاق دارای میله بوده که هیچ اثری از شکستن میله ها هم مشاهده نشده. پس هیچ راهی نبوده که سرگئی بتونه بدون متوجه شدن کسی از اتاق فرار کنه. اون هیچ وقت پیدا نشد و پلیس و دکترش رو با دوربین عکس‌هایی که از خودش به جا گذاشته بود و معمایی حل نشده تنها گذاشت. معمایی که همینطور که گذشت عجیب‌تر شد، چون اونا در مورد پرونده تحقیق کردند و فهمیدن که در حقیقت یک سرگئی پونومارنکو وجود داشته که اعلام شده حدود سال 1960 در کیف ناپدید شده. اونا همچنین دوست دختر سرگئی در عکس‌ها رو پیدا کردن که اون زمان 70 سالش بود. دوست دختر سرگئی به اونا گفت درسته که اون در سال 1958 در کیف ناپدید شده بوده، ولی چند روز بعد به خونه برگشته. دوست دخترش گفته که اون چند سال بعد دوباره ناپدید شده و این بار دیگه هیچ وقت به خونه برنگشته. ولی چند سال بعد از ناپدید شدن سرگئی، دوست دخترش یک نامه از طرفش دریافت میکنه که یک عکس داخلش بوده و بر طبق نوشته‌ای که توی نامه بوده، سرگئی ادعا کرده این عکس در سال 2050 گرفته شده. توی عکس ما یک سرگئی سن بالاتر رو میبینیم که شهر کیف در پشتش قرار داره، ولی نه شهر کیفی که ما میشناسیم، شهر کیفی مملو از آسمان خراش‌ها. اون همچنین توی نامه گفته بوده که به زودی برمیگرده که خب این اتفاق تا به امروز نیفتاده. داستان سرگئی پارامرنکو قانع کننده ترین و واقعی ترین داستان سفر در زمان بوده که تا به امروز وجود داشته. نظر شما چیه؟ آیا این داستان یک داستان واقعیه؟